бузургон гуфтанд нафаре ки дар даст китоб дорад ҳеҷ гоҳ танҳо нест. воқеан ҳам китоб ягона рафиқи беминнат аст ки дар ҳама маврид моро раҳнамоӣ мекунад. салом тамошобинони гиромӣ, дар доираи баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ҳамсӯҳбати мо ҳастанд мудири шуъбаи насри иттифоқи нависандагон Равшани Махзумзод. خب استاد شما رو به برنامه امروزه خوش آمدید میگوییم و اشتراکچیون این آزمون شبنم اعظم جان و تاشوه ستاره بانو می باشند. خب استاد صحبت اساسی امروزه ما اطراف همین آزمون است، یعنی عین زمان آزمون خب جمهوریوی فروغ صبح دانایی در کدام سطح مثلا گذشته ایستاده است، یعنی جریان داره؟ آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی که با تشبثی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان بخشیده بس سزاوار جشن گرفتنی 30 سالگی به اصطلاح رسیدنی جمهوریمان برگزار می‌گردد و مقصد اساسی برگزار نمودنی این آزمون این ترغیب و تشویق کتاب و کتابخوانی میباشد و علل خصوص در بین نورسان، در بین جوانان، در بین خوانندگان مکتب‌های تحصیلاتی همگانی و دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های عالی جمهوری. شما می‌دونید که در سالهای آخر در بین اهل جامعه ما خصوصا در بین نورسان و جوانان تا اندازه کتابخوانی کم شده ایستاده است و مقصد این آزمون از همه عبارت است که باید ما تا جایی که میتوانیم کتاب را تشویق کنیم و خوانندگان نورسان و جوانان را برای کتاب خواندن ترغیب نماییم و این آزمون از 4 دوره عبارت است و در آغاز سال جاری آغاز گردید و تا امروز دو دوره آن برگزار گشت. یعنی دوره یکم در دیهات و شهرک ها بود و دوره دوم در ناحیه های گوناگون جمهوری و تا جایی که ما اطلاع داریم دو دوره آزمون خوب هم گذشت و در دیهات، در شهرک ها و در ناحیه ها نورسان، جوان، عموما هر داوطلبانی که میخواستند در این آزمون شرکت کنند نشان دادند که ملت ما، خلق ما واقعا هم کتابخوان است و جوانانی بودند که زیاده از 100 غزل از یاد کردند و حکایه و پوست و رمان‌های زیادی خواندند. واقعا خلق ما، ملت ما رو در جهان همچون یک خلق کتابدار، کتاب دوست میشناسند و بزرگان ادبیات ما خصوصا کلاسیکان ما با اثرهای جاودانه خود ثابت کردند که واقعا خلق ما خلق کتاب دوست است و شما میدونید که در طول تاریخ مردم ما در شهرهای بزرگ، در مرکزهای فرهنگی ما کتابخانه‌های زیاد، کتابخانه‌های بسیار بزرگ بنیاد کرده بودند و در این کتابخانه‌ها اثرهای هم ادیبان تاجیک و هم اثرهایی که در جهان مشهورند در این کتابخانه‌ها گرد آورده می‌شدند و در نتیجه هجوم اجنبیان، در نتیجه استیلای آنها، هرچند که این کتابخانه‌ها بارها به غارت رفتند و سوزانده شدند، اما مردم ما از همه ویرانه‌ها باز کتاب می‌جست، کتاب جمع می‌آورد و فرزندان فرزانه ملت ما اثر ایجاد می‌کردند و در همه کتابخانه‌ها جمع می‌آوردند این کتاب‌ها را و به مردم پیشکش می‌کردند و حتی عالمان دیگر کشورها همون سالها به کشورهای ما می‌آمدند و در از همون کتابخانه‌های بزرگ استفاده می‌کنند. همچنین امروز حکومت جمهوری ما، پیشوای ملت ما برای ترغیب کتاب و کتابخوانی کارهای زیادی را انجام دادند و این کتابخانه‌ای که امروز
ما همراهی شما صحبت داریم یک کتابخانه بسیار زمانوی است که نظیرش در منطقه نیست. سلامت باشید و بار دیگر باید خاطررسان نمود که آزمون یعنی جمهوریوی فروغ صبح دانایی از روی نامیناسی‌های گوناگون برگزار می‌گردد. همین طور استاد. خب در این روند مثلا برای چی از روی نامیناسی‌های گوناگون مثلا این آزمون براه مانده شده است از نگاه شما؟ آزمون از روی 4 نامیناسی گذرانده می شود. یک خواندن آثار ادیبان کلاسیک ما، هم نظم و هم نثر، و یک نامیناسی دیگرش خواندن آثار شاعر و نویسندگان معاصر و همچنین خواندن آثار ادبیات کودک، یعنی شاعر و نویسندگانی که برای کودکان تالیف میکنند، و نامیناسی 4 این خواندن ادبیات جهان، یعنی اون اثرهایی که در جهان مشهور هستند، مؤلفانشان نیست همچون استادان نثر و نظم جهانی اعتراف شدند و قسمی زیادشان به جایزه های بزرگ ادبی، جایزه های نوبل مشرف گشتند. این اثرها نیز پیشنهاد کرده می شوند که تا خوانندگان ما از آثار ادیبان جهان نیز برخوردار باشند. و در کتابخانه های ما، خصوصا در کتابخانه ملی، در کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی، در کتابخانه بچگانی به نام میرسید میرشکر، بیشتری این کتاب ها محفوظند. همچنین همان اثرها و مؤلفانی که از جانب سازمان دهندگان مسئولین این آزمون پیشنهاد کرده شده بود، این اثرهای می باشند که بیشتر معلوم و مشهور هستند و خوانندگان ما شاید بسیارشان این اثرها را خوانده باشند و همچنین این اثرها و مؤلفان آنها در برنامه‌های تعلیمی، هم مکتب‌های تحصیلاتی میانه و هم در دانشگاه و دانشکده‌ها وارد کرده شدند و دانشجویان و هم خوانندگان از این اثرها خوب آگاه هستند. و آن اثرهایی که اگر مثلا در برنامه‌های تعلیمی نباشد، آنها رو میتوانند در کتابخانه‌ها دسترس کنند و خوانند. و باز یک چیز رو میخوام اینجا قید کنم که این اثرهایی که پیشنهاد شدن، یعنی توصیه شدن، اثرهایی می باشند که مثلا دارای اهمیتی بزرگی تربیوی هستند و هم مضمون و مندرجه آنها بسیار سبق آموز هست و وقتی که خواننده این کتاب ها رو میخواند برای خود بسیار چیزها رو می‌آموزد. تشکر زیاد استاد. خب میگفتید که همین نمونه اثرهایی که در نظامنامه جای کرده شدند به نسل نورس چگونه اهمیت دارند از نگاه شما؟ واقعا این اثرهایی که برای خواندن توصیه شدند اثرهایی می باشند که برای خوانندگان ما خوب شناس هستند، زیرا که این اثرها بارها چاپ شدند و در برنامه‌های تعلیمی، مکتب‌های میانه و همچنین دانشگاه و دانشکده‌ها داخل کرده شدند و خوانندگان همچنین دانشجویان از این کتاب‌ها، اثرها و مؤلفی آنها شناس هستند. این اثرها واقعا هم اثرهای تربیوی می باشند، اثرهایی می باشند که مثلا داروی معنی‌های بکر هستند. همچنین از این اثرها خوانندگان میتونند، من در نظر دارم اثرهای ادیبان تاجیک را از آنها زبان آموزند. یعنی این مؤلفان این اثرها ادیبان هم کلاسیک و هم معاصر ما در بین خوانندگان خوب شناس هستند و زبان اثرهایشان هم خوب است و این اثرها اگر در مجموع گوییم اهمیتی بسیار بزرگی تربیوی دارند. از نگاه شما استاد امروز برآمد همین اشتراک کنندگان آیا قانع کننده هست یا نه؟
مثلا در سطح ضروری خوانندگان ما برآمد کرده ایستادند در همین آزمون از نگاه شما که همچون مثلا اعضای حکمان در این آزمون جمهوری انتخاب شده اید؟ البته قابلیت هر نفر هر گونه است، یعنی نفرانی هستند که در دو دوره آزمون اشتراک کردند، آنها واقعا شعرها، غزل‌های زیاد از یاد کردند، همچنین حکایه و قصه پوست و رمان‌های زیاد خواندند و نفرانی هستند که بسیار قابلیت خوبی شعرخوانی دارند، یعنی همون معنی شعر رو خوب درک میکنند و اون رو با یک مهارت بلند قرائت میکنند که این بسیار هم خوب است. زیرا وقتی که شعر رو میخونی باید شعر هم مثل همون سرود و موسیقی پستی و بلندی ها دارد، اوج دارد و خواننده آگاه همون شعر رو به طرزی میخواند که هم بی خطا، هم برا، هم بسیار تاثیرناک میخواند و همون طرز هم خودش همون معنی شعر رو درک میکند و همان رو با یک مهارت بسیار خوب و سمع خواننده نیز میرساند. همچنین نفرانی که مثلا اثرهای نثری میخوانند، حکایه میخوانند، پوست و رمان میخوانند، وقتی که با آنها صحبت میکنی خوانندگانی هستند که همان اثرهای خواندهشان رو نه تنها قهرمانهای آن رو یا مضمون آن رو، بلکه همون اثر رو غایه‌اش از چی عبارت است و هنری نویسنده تا کجا است، زبانش چگونه است، اینها رو نیز خوب درک میکنند و هنگام شرکت در آزمون ما خوانندگان رو دیدیم که واقعا هم زیاد مطالعه میکنند، واقعا هم زیاد پوست و رمان و حکایه، همچنین شعر و غزل و رباعی و دو بیتی های زیاد میدانند و این واقعا هم بسیار خرسندی آور است که